بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدای را عز و جل که بر این کمترین و ذره ناچیز منت نهاد و خالق من گردید. از سپاس خدای را عز و جل که من مخلوق تنها خالق توانای عالم هستی هستم. خداوندا به من شهامتی عطا فرما تا آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم بپذیرم، توانایی عطا فرما تا آنچه را که میتوانم تغییر دهم تغییر دهم، و خردی عطا فرما که تفاوت بین این دو را درک کنم. برنده بازنده است که یک بار دیگر هم تلاش کرده. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در حال حاضر دارن این وایس بنده رو میشنون. روح الله اخلاصی هستم، تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی. در این وایس امیدوارم که وایس طولانی نشه. در مورد یک مبحث بسیار بسیار مهم میخوام چند لحظه‌ای با هم دیگه صحبت کنیم. یک سری اطلاعات در این زمینه به شما عزیزان برسونم تا اگر براتون مفید بود از اونها استفاده کنیم. برای اینکه ما بتونیم یک مسیر جدیدی رو ایجاد کنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ چه مفاهیم و چه مطالبی رو باید نسبت به این مسیر و از چه کسی باید ما بشنویم تا اونها رو انجام بدیم و بتونیم چند قدم به جلو حرکت کنیم؟ این مطالب جدیدی که میاد آیا نیازمند این هست که ما طرز نگرشمون رو هم تغییر بدیم، طرز عملکردمون رو، عادتهامون رو تغییر بدیم؟ این یک موضوع خیلی مهم در زندگی هر شخص هست که همگی به فکر پیشرفت و ترقی هستند، چه در مباحث مالی و چه در نگرش شخصیتی. و این دو مهم هیچ وقت اتفاق نمیفته مگر اینکه تفکر و گفتار و نوشتار و عملکرد با هم همسو بشن. ما این نقطه آغاز رو آیا از کسی فرا میگیریم یا نه خودمون میخوایم این کار رو انجام بدیم با تجربیاتی که در این مسیر باید به چشم خودمون ببینیم؟ شما فرض بگیرین کسی میخواد در رشته‌ای به یک سطحی برسه. مثلا یک فرد دونده‌ای رو مد نظرتون بگیرید که میخواد در رشته دو و سرعت به مقامی برسه. برای اینکه ایشون بتونن به یه مقام و به یه رتبه و یه جایگاهی برسن، نیازمند این هست که یا خودشون انفرادی تمرین و تلاش کنن و یا اینکه یک استادی داشته باشن. این استاد میتونه راهنمایی ها و اون تجاربی که داره رو به این فرد منتقل کنه، نحوه تمرین کردن، نحوه ساعات تمرین کردن، جایگاه تمرین کردن، مدت تمرین کردن، تلاش کردنش رو براش برنامه ریزی میکنه. تنها کاری که این شخص باید بکنه اینه که به این برنامه و به این برنامه ریزی استاد و گفتمانی که استاد براشون دارن پایبند باشه و اون رو انجام بده. اما اگر خودش بدون این که در نظر داشته باشه استادی برای خودش تعیین کنه بخواد این مسیر رو بره جلو، ممکنه در حالات تمارینی که داره حتی به خودش آسیب برسونه، به فیزیکش آسیب برسونه. این مثال رو من زدم. کسی که علاقه‌مند برای فعالیت در بازارهای مالی هست تا ذهنش آگاه بشه نسبت به این که قبل از این که آموزش ببینیم، قبل از این که اون آموزش رو به تکرار تمرین کنیم، تمام عوامل این بازار رو شناسایی و تمرین و یا بگیریم و فرا بگیریم، به هیچ عنوان سراغ معامله کردن نریم. به هیچ عنوان سرمایه خودمون رو وارد این بازار یا هر بازاری نکنیم. قبل از این که تمام جهات اون بازار رو ما بررسی کنیم، جایگاه‌های شکست و احتمالات شکست و پیروزی رو قبل از این که بررسی کرده باشیم، اگر ما این بررسی رو انجام ندیم، محکوم به شکست و فرو ریختن روحیه و اشتیاقمون هستیم. انرژی خودمون رو هدر میدیم.
تمام عوامل دست به دست هم میدن که ما فشار روحی روانی زیادی رو متحمل بشیم، یعنی به خودمون سخت بگیریم، یا در نهایت بعد از چندین شکست سبک یا سنگینی که در این مسیر ما میخوریم، یا ادامه میدیم با تجربیاتمون به اونجا میرسیم، یا با همین آسیب هایی که دیدیم رها میکنیم. این فقط بستگی به این نداره که شما یا افرادی که میخوان فعالیت کنن برای بازارهای مالی باشه یا نه، هر بازاری، حتی میتونه تولیدی باشه، میتونه نمایشگاه ماشین باشه، میتونه یک شرکتی باشه، واردات، صادرات. برای هر چیزی که شما مد نظرتون هست، ابتدای شروع اون کار نیازمند به جذب تخصص، فرا گرفتن تخصص، آگاهی، بالا بردن دانش، همسو کردن اون دانش با عمل کرد، که چطور ما دانش رو روی عمل و روی کارهایی که میخوایم انجام بدیم بتونیم عمل کنیم. برای هر فردی مهمترین نقطه شروعش اون نقطه‌ای هست که تصمیم میگیره تا یک آموزش اصولی رو بتونه آغاز کنه، این آموزش اصولی رو بتونه ادامه بده و به پایان برسونه. و وقتی که به پایان رسید بارها این مطالب رو تکرار کنه تا ملکه ذهنش بشه، تا اینکه قبل از اینکه فکر کنه و اونا یادش بیاد، همزمان در خاطرش هست و انجام بده اون مطالب رو، در اون موقعیت بتونه اونو پیاده کنه. این موضوع رو خواستم به همه شما عزیزان اشتراک بگذارم دیگه. فکر میکنم این وایس تا همین میزان کفایت کنه برای اینکه ما اهمیت اینکه بازارهای مالی رو چگونه شروع کنیم رو درک بکنیم. و بنده خوشحال میشم که این مطالب که با تجربیات خودم و تجربیات تخصصی که استاد بنده داشتن و به من انتقال دادند و مدت زمانی رو که در این بازار فعالیت کردم و تجربه شخصی که دارم رو به شما عزیزان به صورت کاملا رایگان انتقال بدم، به اشتراک بگذارم. امیدوارم که برای همه شما عزیزان مفید واقع بشه. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم تا مطالب بعدی. شاد و پیروز و موفق باشید.